سلام به همتون، مرسی. خودم باورم نمیشه من از 12 سال برگشتم و اصلا اینجا اولین باریه که دارم میام زیر برج میلاد و امیدوارم که به زودی بتونم کنار مردم کشورم برنامه اجرا کنم. اینکه چرا اومدم، من اصلا متعلق به اونجا نیستم. هر جوری که فکر میکنم میبینم من اینجا بزرگ شدم و نوع موزیکی که تولید میکنم، حس حالم، همه چیم شبیه بیشتر به مردم ایران و ایران تا اونجا. دیگه به هر حال یه سری مراحل اداری داره که داریم انجام میدیم و امیدوارم به زودی این اتفاق بیفته. منم بعد از سالیان 15 سالی که میکنم تقریبا فکر میکنم که 90 تا آهنگ تا خوندم، نزدیک به 9 تا آلبوم. من از همه بیشتر انتظار کشیدم برای دیدن کسایی که من دوست دارم، موسیقی منو دوست میکنن. باور کنید هیچ جا اون حس حالی که تو ایران وجود داره هیچ جای دنیا وجود نداره. تصمیمم جدیه، این دفعه 100% قطعی میخوام که بتونم این اتفاقا رو رقم بزنم. با امید اینکه به زودی بتونم همه رو از نزدیک